یک درهم بهتر از 100,000 درهم است. حضرت ابو هریره خدا از او راضی باد روایت نموده که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم فرمودند ثواب یک درهم 100,000 درهم را گذشته است. مرد گفت یا رسول الله صلی الله علیه و سلم این چگونه است؟ پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم فرمودند مرد مال زیاد دارد، از میان آن مالهایش 100,000 گرفته صدقه میکند. مرد دیگر 2 درهم دارد و از آن یکی را گرفته صدقه میکند. پس صدقه این شخص 100,000 را گذشته است. صحیح ابن حبان. یعنی مقدار یک نوشیدنی آب هم باشد با اخلاص صدقه کن، اجر بزرگ دارد.